درود و ارادت خدمت همه اعضای گروه تریدینگ 11. امید که جور صحتمند باشین دوستا. دلیل ورود این پوزیشن امروز خدا میخوایم 0 تا 100 بر شما توضیح بدم. امیدوار هستم که یک ویدیوی مفید را بر شما ارائه بدم و شما هم استفاده خوبی را از این ویدیو داشته باشین. دوستان من خودم سبک ICT و اسمارت مانی کار میکنم که جفت اینا را با هم ترکیب کردیم تا به نقطه قوت خوب رسیدیم. و تحلیل های خودم دوستان من همیشه از تایم فریم 4 ساعته با پایین میکنم که تایم فریم ها را خورد کردم میرم تا در یک نقطه ورود خوب برسم. از 4 ساعته شروع میکنم میایم 1 ساعته، از 1 ساعته هم 45 دقیقه و همچنین تا 15 دقیقه تایم فریم ها را خورد میکنم و داخل همین تایم فریم ها دنبال نقطه ورود میگردم و استاپ های خورد. دلیل ورود امروز این پوزیشن ما دوستا تایم فریم 1 ساعته. اینجا ببینین ما اوردر بلاک ساخته، اوردر بلاک 1 ساعته که اینجا بر شما خط کردیم. قیمت دوستا ببینین با 1 کندل اوردر بلاک ساخته رفته بالا و با 6-7 تا کندل دوباره آمده داخل اوردر بلاک. این دوستا ضعف روند نشان میده، یعنی قیمت پر قدرت رفته بالا و آهسته آهسته آمده پایین داخل اوردر بلاک. ما شما آیسیتی کارا دوستا چیکار میکنه؟ زمانی که قیمت داخل اوردر بلاک میرسه اولین کاری که میکنه نقدینگی ها رو میشماره. اینجا نقدینگی رو خط میکنه، این میشه نقدینگی و بعد نقدینگی FG را خط میکنه که خودم زیادتر با FG اصلا کار ندارم و کارم نمیکنم. نقدینگی را خط میکنم از نقدینگی تا اوردر بلاک دوستا اینجا FG داشته، متوجه باشین تایم 1 ساعته و بعدش اوردر بلاک ما شما بوده. ما دوستای خط پاک میکنم که خط اوردر بلاک 1 ساعته را چارج شلوغ نشه. و حال قیمت که آمده داخل اوردر بلاک میریم تایم فریم 15 دقیقه. یک تایم فریم یا 2 تایم فریم دوستا همیشه میریم پایین تر. اینجا هم دوستا ببینین ما قبلا هم اینا چینج آف کرکتر خط کردیم که چینج آف کرکتر میشه سبک اسمارت مانی، یعنی چینج آف کرکتر در زبان فارسی میشه تغییر جهت روند که قیمت آمده یک سقف و پرقدرت بسته دوباره پول بک زده از همینجا برگشته رفته یک بدور داده. داخل دوستا ما اینجا اوردر بلاک 15 دقیقه را خط کرده بودم که لیمیت خودم همینجا کاشته بودم. من چینج آف کرکتر که اتفاق افتاد 100% دوستا هم FVG میسازه و که میبینین از اینجا تا این قسمت FVG بوده و اینجا اوردر بلاک 15 دقیقه بوده که تک کندلی است. تک کندلی یعنی با 1 کندل بسته کرده که از این کده اوردر بلاک قوی در بازار نیست دیگه. از تایم فریم 15 دقیقه و بالا هر کدامش که تک کندلی باشه 100% واکنش خود نشان میده. این اوردر بلاک هم که است دوستا، اوردر بلاک جایی است که بانک ها میای پیسه را میمانه میره با یک ذره پیسه دیگه خود بازار یکم بالا میبره، باز بعد از او میای دوباره این پیسه خودم جمع میکنه از همینجا با همه پیسه خود میره بالا، یعنی در یک سوخت نیاز داره که قیمت برگرده بره سمت بالا. که اینجا اوردر بلاک 15 دقیقه رو ساخته بوده آمده قیمت هم که رسیده دوستا ببینید تا 60% اوردر بلاک قیمت آمده پایین، یعنی آخرین زور خود زده پیسه خود جمع کرده از همینجا رفته بالا. متوجه باشین ما استاپ خودم 5 پیپ یا 6 پیپ پایین تر از اوردر بلاک موندیم. بعضی وقتا دوستا فشار فروش زیاد است میایه اوردر بلاک هانت میکنه، اوردر بلاک که هانت کرد از همینجا برمیگرده میره تارگت ما رو میده که اینجا استاپ ما است 56 پیپ، تارگت ما است 115 پیپ، یعنی 1 به 2 ریسک بریواردش